آفرید. مانیجا کجا میره کجا؟ پیش عبدالرحمن. اکای فخرالدین الک در لب آب شبی مهتاب عبدالرحمن جان بوینگا خوابه تا سر نه 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 اینه در توی برای در زندگی با چند مرد خیانت کرده؟ با چند مرد خیانت کردگیم؟ بسیاری بد بودن. بسیاری بد بودن. بسیاری. ای سپرال میمونی کوپیتیلک میمونی تفال میمونی اگر ما را سوید میزنه قورت میکنم دل درمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرای بشنوی بی وفا خبری قلبی مرای بشنوی بی وفا. ما یه وقت مانیجا دوشک بودم ای دستوی مانیجا را گریجه شیدم گویا بخواه اومدم شما هنرمند است؟ یکمگی شوهرم هنرمنده. شما دو شوهر بله ها. اگر خوب باورم کنین خونه کنین اگر که همی دروغ باشه هیچ وقت نمی‌سازم. اکای فخرالدین اخیر به اخیر در این برنامه فرمون کردن همی گریختیم و اخیر در قبش زده. چه خیلی گریختی دایدن گسالت تا دهانی کردم ولی او صحنه بود ما در نقش عبدالرحمن حکیم زود بودم این اریجینال عبدالرحمن حکیم زود ولی سوالش نگاه که چه خیلی سوال بود میتونی جواب داده میتونی سلام به اومد سلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدین به برنامه چهره اشنا. محمد عبدالرحمن جون تلخکه فکرم کن سلام بینندگان عزیز، برنامه چهره آشنا است. مهمانی کاشانه های شما از کانال توجیکون گروپ. بار دیگر مهمانان رو به استودیو با برنامه چهره آشنا خوش آمدید میگوییم و مخلصان عزیز باعث خوشنودی است که در این برنامه مهمان ما هستند دو حجم نگار شناخته. حجم نگاران یکی از گروه های حجوی در تاجیکستان محبوب و مشهور عربشو کمپانیا فخرالدین عربشو و منیژه بانو خانم قشنگ و زیبا. یادآور میشویم که شریکان برنامه ما هستند تالار مبل امباود و شرکت داروسازی صاف سودا. اگر موی سر شما میریزد و یا خود را فربه و یا خراب کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده می شود پس مشکل شما را شرکت صاف سودا حل کرده می تواند. بار دیگر مهمانان را به استودیو خوش آمدید میگوییم و تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند. راستی بینندگان عزیز ما به نهایت کوشش نمودیم که این هنرمندان حجم نگاران شناخته را به برنامه خود دعوت سازیم. هر بار که تماس میگرفتیم آنها پای کار و پای صحنه‌چه های خود بودند و ناگفتن امانت که یک چند صحنه‌چه نیز در این موضوع پیشنهاد مخلصان کرده بودند و ما از این دیدن نمودیم. تشکر میکنیم و با بینندگان گفتنی هستیم که چون حجم نگاران اینجا هستند ما کوشش میکنیم که سوالهای با آنها پیشنهاد کنیم که واقعا هم دقت شما را جلب کرده باشد و دوامی همین برنامه شما فقط خندید و تبسم کنید. من نیز فقط میخندم چون که بعضی ها در کامنتاری ها نوشتن که گویا که من قوقهای خود را میدوختم، من نفهمیدم که با شما پسند نمی اومده است. از این خاطر در این برنامه ما فقط میخندیم. خب بینندگان عزیز برای بالیدگی خاطر شما از اکای فخرالدین و منیژه بانو خواهش میکنیم که کوتاه یک صحنه‌چه حجوی خود رو پیشنهاد شما گردانده باشن بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. اوه مردکه همین روزم در این برنامه چهره آشنا مست آمدی. مست اومدم. برای چی مست اومدم که آدم وقتی که مست میآید آشناشم میشناسه زنک. اگر هوشیار باشم آشنا من نمیشناسم دیگه خیلی میشم. چی میگوی؟ گوش که مرا
ин чӣ рафтор кардасти ки айдрили сумкат киртаи занона ёфтам? киртаи занона ёфтӣ? О. Айдри сумкат? Айдри сумкат. Таша накуфти ба? Бо дар таш як ҳезори занона буд бо. гӯш ка зана. Наханду тари. Як ҷои ханда нест. Майли. Фарзандора дидӣ? О. Се маи дети. Гӯш кун. Мада. Якта духтарча таваллуд мекунӣ. Барои чӣ бугӯ? Намекунам мардак. Чӣ намекунӣ? Пиши духтаро фақат проблемае. Фақат камбудияй. Хай 11 та бача ҳаст шукри худо. Командаи футбол. Қаҳрамон модарам. Қаҳрамон модар. Гӯш кун. Оли ма худам медалат метам медал. Гӯш кун. Мада якта духтарча таваллуд мекунӣ. Таваллуд мекунӣ духтарчаи хуш вак мери мада туфа мекунӣ. Якта духтарча. 11 бача яъни ма меонем. Ши? Ба ин бастид? Не. Ҳар Шор мешам баъд. мардак намея таваллуд намекунам. ҳали Мекунӣ. 11 та бача дорем, заншон метаем, 11 та духтар бас саймонад. Не як бо духтари худам дигар охи. Якта Мардак духтар. намекунам. Намекунам. Мекунӣ. Намекунам. вақте мардак фармон метад занак гӯш мекуна. Мада якта духтарча таваллуд мекунӣ. Намекунам, пага мерам спирал мемонам. Ва? Чӣ мемонӣ? Спирал мемонам. Спирал мемонӣ? Спирал мемонӣ? Купутилник мемонӣ? Тефал мемонӣ? Агар мара свет мезана, қавта мекунам. саломат бошед, зинда бошед. як лаҳза шӯхӣ буд, ҳазл буд дар барномаи чеҳраи ошно. ва суҳбатро шурӯъ мекунем аз акаи Фахриддин ки яке аз чеҳраҳои шинохтаи соҳаи санъат ва махсусан ҳаҷв ҳастанд. ва мехостам саволи нахустинро аз шумо пурсон шавам ки асосгузори ана ҳамин арабшо компания кӣ буд? чӣ гуна таъсис ёфт бори аввал ки имрӯзҳо инқадар мухлисону ҳаводорони зиёд дорад? ташаккури зиёд абдураҳмонҷон. асосгузори гурӯҳи арабшо компания дар вақти дохилшавӣ дар донишгоҳи санъат ба номи устод Мирзо Турсунзода бо Саъдиҷон дохил шудем. дар ҳамонҷа баъд бародаро ҷо буданд. Саъдиро ҳама медид, бародари ташриф мегуфт ё ки додари Бахтиёр Раҳимов мегуфтанд. ҳам хеле монандӣ дошт, ҳам вақту монандӣ дошт. баъд ҳамун давру замонода якҷоя шидем. уҷа акаи Насрулло буд. баъд номи гурӯҳро акаи Абдуллое ки гурӯҳи маҳфилоро буданд. Тупалангиш меган кӯзи. ам гурӯҳи маҳфилоро буд. ва ё буданд. баъд дигар бародаром дар ҳамкурсон монданд. Санги Мурод, бародари Гулбӣ, актриса вай буд. Шамсиддин Ровӣ ки Хайриддини Бозор, Бахтиёр, Мирзо Шариф, дигару қатимо буданд. ҳамонҷа сарҷамона баъд номи ҳамин гурӯҳро ки ба равияи ғарибшо гирифтан, номи гурӯҳро арабшо монданд. мисол дар як барноматон Дусмурод гуфта буд. дар ҳамн соли 99 буди барнома. камтар уҷа хай Дусмурод вай кадаги соли 1999 буд. аз рӯзи аввал аз аҷдодони бузургонамон бо шӯхиҳо омадаем. ҳамин хел буд. бо замоне буд ки Убайдулло Раҷабов гуфт ки нови таҷике монед ё бирем балои охиразамон монед. мо гуфтем устод Убайдулло Раҷабов, майли мо мерем балои охиразамон мемонем, нови таҷике мемонем, неки ҳам театри оинара театри шифонер бо намеша. Нехай чӣ хеле гурӯҳ худонро мақбул. ҳамин хел ташкил шуд. бале, яъне соли 99. 99. ва як замонҳо ҳамин гурӯҳи шумо миёни дигар гурӯҳҳои ҳаҷвӣ дар кишвар хеле маҳбубу машҳур буд. солҳои 2002, 2004 ва бештар шумо ҳунармандони машҳури эстрадаи тоҷикро тақлид мекардед. ана ҳамин идеяи саҳнасозиҳои ҳунармандон идеяи кӣ буд ки хеле дар ин самт муваффақ шуда будед? идея рости гап акун Абдураҳмонҷон ҳамроҳи шумо мисол шуморо ман ҳамчун мисол рӯзноманигори муҳаббат ва оила
یا استاد صنعت هم بگیم خطا نمیکنیم، آهنگساز، شعرنویس، ایجادکار در صنعت ایجاد، مثال در جدای صنعت ایجادکار هستید، با یک برنامه خوبی را پیشکشی مثال مردمی مثال غریب یا که مردمی تاجیکستان دیگه مردمی مثال کل جهان میگردونین همراه تو مثال ما رفیقی مثال خیلی بود آشنایی مثال خیلی با آشنایی قدیمی اگر مثال تماشا کرده باشی چند بار دیدگی باشی ابراهیم جان شما مثال آهنگ میسازین شعر مینویسین ما هم کم کم همین شعر و آهنگا رو مثال میساختم خودت میدونی با کدام هنرمندا ده همینا وقتی که منیجر دولت روی صحنه برآمد سیروجین فوزیلیو که ذکری الله صدر الدین بله همین سیستم مثال همینا برآمدن منیجر ماده یک وایشید کماندشید دیگه فقط میبینن با این همه منیجر داره با پیشه یا منیجر بود فقط میبینن که فقط نمیش مقدم منیجر اصلا خیلی من برای که منیجر میگم شما کمان دایمین ایروی همون صحنه منیجر یک روز برادرم خطی اکای خدم توجیدی با گفتم که یک تلویزیون یک برنامه انشلاگ تماشا کردیم هم برنامه انشلاگ ده برنامه رفته سه مثال آلا پوگاچووا میره و یکی فیلیپ میدرویا ای پشتی فیلیپ ایش میدرویا همین ماکسیم گالکین میدرورن خیلی شوهروی هم بگیدش بسیار میشه وقتی آلا پوگاچووا بعد ما اونجا قطعی کم وای کردیم گفت که بیو ما منیجر دولت فرا میگیریم با همین هنرمندا وای میکنیم همین خیلی بعد پرناچ کلوی وقتی هم خیلی صحنه هم قطعی همین موسیقی در کلام اومد همراه کم تغییر کردیم هم خیلی رفت یعنی مخلصان آن را خوب پذیرفتند. بله با سرودای حجوی نوشتیم. برای چی امروز آن همون صحنه هایی که سالهای قبل بود امروز تهیه نمیکنیم پیشکش مخلصان نمیکنیم؟ یوتیوب میترسید یکی میگه میقپن یوتیوب موسیقی ها رو معلفی دارن امروز معلفی دارن میقپن اینه که با کوشش کردیم که یک موسیقی نوازی که مثال با طور زنده یا از نو موسیقی را سازیم وقت داشته باشه امروز ما مثال کار کنه و خوب میشه. با اندیشه شما عربشوی امروزه و عربشویی که سالهای 99 2002 2004 بود چگونه فرقیت دارند؟ سالهای قبل بهتر بودید یا عین زمان؟ میتوان عربشوی امروزه را با عربشوی قبلی مقایسه کرد؟ همون زمانی که نه حالی زمانی که در تلویزیون بود عبدالرحمن جان راستی گپ خودت میدونی عبدالرحمن جان همون زمانا در تلویزیون در همه نگاه میکردن که کی روز شنبه گلی مهتاب باز حافظه و نرمنده یا که باز می جوانی میشود یا که لحظه های گوارا میشود همین میدویدن مثلا تماشا میکردن با میومدن در قشلاق بود که در دوشنبه شهر بود مثلا کجای در بود مثلا آدمو که همین را تماشا کنیم نگاه میکردن ای هفته به ای هفته چنین برنامه ختم نگاه میگن که چهره اوشنو این هفته کدام هنرمند باشه این هفته کدام هنرمند باشه باز خیلی ترقیات رفتگی پیش رفتگی میگم که در مردم تیز میبروی خیلی دیده میشه میگه خیلی او وقتا نمیدونم برای چی بود که مردم مخلص بود یا که وزی ای بیکوری هم بعضیشون او وقت مخلص بود اینترنت نبود اون وقت او وقت اینترنت نبود بله گروه های حجبی کم بودن امروز هر کی به طور خود صحنه پیشنهاد میکند همه نگاه میگیرد یک قریب 30,000 آدم عربشو کمپان و انا این توقیه که شما در سر داره ما در دیگر هنرمندان نمیبینیم مثلا توقی بجوخان دیگر است یک توقی در ایده کهنه توقی موگامبو حجم نگار دیگر است اما توقی شما از آنها کلا فرق میکند انا این طرح دوخ باری اول از کجا دسترس نمیده باری اول اینش مالکو یک توقی دیگر اگر دیگه باشه عبدالرحمن ایجاش بود خیلی کوکلاک داشت این توقی شما مثل توقی پرزیدنت قبلی افغانستان است حمید کرزی بس میچن حمید کرزی توفا نکردن افغانستان سالی امین برآمدگی من بود یک خش تبوری مثل چی بگیم یزدان مثل در آلمان زندگی میکردن همون زمان پای سوریا و شب نام فرزانه در آلمان مهمون شده بودن در همون جا
мисол ва ё либос рӯй кардан либосҳои мисол мухлиси ҳами шабнаму апаи исрои ҳами буданд либос рӯй кардан баъд як рӯз мо ҳами либосҳоро гуфт хай шумо мешиносен чиқдр ки либосҳои саҳнамино ина саҳнамиро мода рӯй мекардан ҳам олмон ина арабшо компанияда ҳамоам ҳамода рӯй кардан баъд мо бурдем ба шабнам исроида мисол тақдим кардем ки ҳамон замонода ҳамроҳи ҷонибек мурод консертҳо мегаштанд шабнам исроиё баъд ҳамн тоқичара як галстук доштам ҳаминҷаш галстукҳои хеле саҳнавӣ буд киртам хати бурукм хати баъд гуфт ки гуфти падаркоро оварди тӯҳфаро оварди ма хирсан шидем биё гу ман туда як тӯҳфа дорам гӯя тӯҳфа метавон гуфтам хеле тӯҳфае овард тоқичара монду гӯя оина дахта нигоҳ ки дидам ам хеле оина даву баъд нигоҳ кардем ба ҳам формому гуфт ки ин медони барои чи тоқичара дастар мудам ту қайтарма бисёр мекунӣ гуфт туда даркора ай ҳамон рӯз дига ман ам хеле вай шидем ва чун аз қайтарма инҷо сухан карде ана шуморо маҳз бо ана ҳамон саҳначаи қайтармаатон мешиносанд анамин идеяи анамин қайтармакунӣ шумо дар кӯчаҳо мегардед қайтармаму намекунӣ гуфта анамин идеяи саҳначаи қайтарма чӣ гуна пайдо шуд кадом сол буд шуморо бештар ҳамчун Фахриддини Қайтарма мешиносанд идея саҳначаи қайтарма як газета як рӯз хондум ки устод Шоҳзамон ҳамунҷа шоир ҳамҷа насе ки шуробудӣ Шоҳзамон аз Фархор аст Фархор ҳамун Шоҳзамон насе ки буд Шоҳзамон насе ки дар поинаш Шоҳзамони Фархорӣ духтаро хушрӯ кунен атр занен букунен дар хона ки зиқ мешин хезен бирен шу кунен ҳамунҷаро ман дидиму ҳамин тақозои замон чӣ хеле фолбину чӣ хеле бисёр буданд ҳамун қадима гирифтам дига хелеш кардаму мусиқиша боварка кофтам як мусиқи воҷали дил ке пяри гали гуфтам мо дада буд аммо қади кардам гуфтам не маза надод пеш намерава як рӯз баъд дидим ки озодаи Ӯзбекистон дар як тӯй ҳами отмай нағмасӣ гуфта хондеса ман баробари ҳамон хондум часпид бо давом шаи қавай кардам баъд бо хеле ҳаётам бурӯ омада буд яки севинча мондам севинч клип шакада дар лаби дарёи ки аз ҳамунҷа баъд часпид духтаро хушукунӣ гуфта ҳамунҷа баъдам қайтарма баъд на бачакоро баъд қайтарма да гирифтем ҳаминҷа дидем ки шумо аксҳои зиёдро овардед виставкаи музеи арабшо аксҳои арабшо компания аз соли хато накунам ин кӯдакии шумо аст ои синфи чорум дар як барномаи новияи Темирмалик айни Совет буд вилояти Кӯлоб суруд мехонед суруд хондисам ҷо суруди ҳаҷбай хондисам яка суруди яка барои чи аз кӯдакӣ суруд мехондеду овозхон нашудед ҳаҷмнигор шудед рӯз гап мехостум офис шавам медонистем ки 2020 ёки 2019 2018 остод солҳо дар ҳофиз бисёр мешавад гуфтам биами ҳаҷмнигор шавам ки бузург офис бисёри бад мешавад бо пеш ки мерам мегӯм мада бояд навис мада оҳанг бисоз мада аранҷировка суҳбатро бо хонуми зебо Манижабону давом медиҳем ва мехостам аз Манижабону пурсон шавам ки кай ва бо даъвату дастгирӣ ки маҳз ба анамин гули арабшо даъват шудеду дар саҳнаҳо имрӯз нақш мебозед саломат бошен ман бо ҳамроҳи телефонӣ бо устодам Саъдӣ ки ба вай ҳамсӯҳбат мешидам вай ба ман гуфт ки мода духтар дар корае баъд ман гуфтам ман метавонам удаш биромада гуфт ки аниқ метавонӣ гуфтам ҳо баъд гуфт ки сешанбе саҳнача дорем гуфт даъват мекунем биё баъд мара занг задан рафтам дар Данғара якм саҳначамона бозӣ кардем тарсида ростига бозӣ кардем гуфтам метавонам наметавонам тарсида бозӣ кардем ки хайр гузаштам баъд ака дар дили ман набуд ки мисол ки акаро мара бо динбора даъват мекунам ман гуфтам просто ҳамхе бозӣ мекунам шуду маъқул таваккалӣ ҳамхе мерам ки ростига ба гуфти хи чун хай маъқул шудам шона мисол хушлу бозӣ карда тонистӣ гуфтам ай ҳамучен ай 28 январ буд 28 январ буд рафтем Данғара да саҳначаро бозӣ кардем ай ҳамучен баъд мара дар гули арабшо гирифтам ва дар саҳнаҳо шуморо мебинем ки хеле хуб нақш мебозед ва мухлисон низ шуморо хуб қабул мекунанд шумо маълумоти олии санъат доред не надоред ин яъне ки шумо истеъдоди худодод доред
در یک صحنه چون صحنه‌چه حجبتون شما دولن های میکنید بله همین دولن رمضان دیر کردن مو این همین سبب شد همین که سبب. و کمتر همین کمز اومدید نه؟ رها پروبکا بود نه کماز منجا قدیما دو بورا بزنم من کرد من و امروز جای همچون هنرمند در این تئاتر فعالیتی ایجادی داره؟ نه نه فقط در همین روی عربشا کمپانی فعالیت میکنیم و ما شما رو میبینیم که همراه فخرالدین و سعدی یک دویت حجوی آموزه کرده با نام زمانه خطا نکنم اگر و حتی اون رو کلیپ هم کرده و شما خیلی صدای خوب هم دارید اگر امکانیت باشد در زمان دویت 4 مصرعی با آواز زنده برای مخلصان میسراییم با صحبت رو ادامه میدیم زمانه تو میگریانی مردان زنانه هم پیر هم جوانه زمانه تو میگریانی مردان زنانه هم پیر هم جوانه زنم همراهی آچم هر پگاهی شب و شب میکنن با هر بهانه خونم شیده ویرانه میگه با علم با ایشوا میگه دمیر به قرکده نمیای خانه کتیم باید نمیخانه خطیب بایی نمیخونه باید همین برنامه من خطیب بایی میخونم شما خیلی صدای خوب دارید چهره زیبای صحنوی دارید من اکه فخرالدین اگر روزی باشن اجازت دهند اگر بعد همین برنامه چهره آشنا من اینجا بانو و ما کوشش میکنیم که در یک جای همکاری کرده یکون سرود خوب و ما بسیار هنرمندان جوان همراه اکه فخرالدین مثل چوجه هستن که در لانه هستن پرواز کردن نمیتوانن ما آنها رو گرفته بال پر دستگیری میکنیم بال و پر میبرن و از لانه های ما پرواز کرده و لانه های دیگر کوج میبندن دیگر یادی از ما نمیکنن و این سخنان رو برای چی میگویم در همین نوار بگذار ماند که خونه سه چوری تجاشون میفروخت ما از تو یک آوازخوانی شناخته میسازیم انا همین برنامه همچون دلیل میشود که بعد از همین برنامه منیجه بانو آوازخوان میشود و در برنامه ها شاید بعد از 5 سال 10 سال میگوید که باری اول با دستگیری کی آوازخوان شدن ممکن با همین 70 چون که بعضی ها فراموش میکنن دیگر نمیگوین نفرانی که اونها رو دستگیری کرد تماما وجود ندارد در اینترویوی که اونها به روزنامه‌نگاران میدن و ما میدونیم که شما بغیر از حجم نگاری که فخرالدین ترانه ها نیز مینویسید به هنرمندان و میگفتید که با کدام هنرمندان بیشتر همکاری دارید و کدام هنرمندان از ایجادیات شما یعنی از ترانه های شما سراییدن پیش وقت مدتی که 2 سال نبودم که پیش وقت بود هنرمندی که میدونن همه بسیار شما هم میدونم در اونجا هنرمندی بود که مثال هم پرودیوسر بودم بود همچون پرودیوسر هم کنسرتاش در مثال کنسرتاش هم میموندم هم با سروداش تیار میکردم شعراش هم مینوشتم مثال دستگیریش میکردم انا پیش وقت بود همون هنرمندی که مثال باید میکردم بعد با مونیس ابراهیم با سرود دادم با این همراه خود شهلا دولت و یک سرود دادیم بسیار هنرمندایی بودن که مثال سرود را میدادم میخوندن و سرودی سفر رفته ای بچه شهلا دولت و فکر میکنم که شما آماده کرده بودین سفر رفته ای سفر رفته
و من میدونم که سهم شما در رشد ما هم دولت ووده فقط یا دولت یا دولت بود. چند مدت شما روی صحنه هنر نبودید؟ خوشبختانه باز یک جا شدید، منم انیجا بانو رو به گروه آوردید، امروی سعدی امروز صحنه ها مده میکنید، پیشکش مخلصان میکنید. یعنی یک مدت کجا بودید که روی صحنه نبودید؟ میگه زندگی آدمی پند از فندت میکند، گر نباشی مرغ زیرک حلقه بندت میکند. چخیریش نیم که در زندگی همی یک لغج دیم، یک مشکلیشی در زندگی مو خداوندی مشکلی در بین هیچ کس نهوید، در سر یگون بنده آدم نهوید. انا امی قشم میگم که ناکرده گناه در این جهان کیست بگو عبدالرحمن جان. یوسف هم روزشید به نزد با حضرت یعقوب پدرش واخورد، با روزشید که به نزد زلیخا با مثال اهل و ویلش مثال واخورد. یعنی مشکلی ها هم پس سر بله، شدن هم و پس سر شما شدن. باز دوباره روی صحنه هنر هستید با مخلصان. بله عبدالرحمن جان. فخرالدین ما میدونیم که در یوتیوب یک نوار پخش شده بود که برای کمک شما برای جراحی کردن چشمتان مخلصان به شما کمک رسانیدن، یعنی به کرته شما تا مقدار معینی مبلغ گذراندن و میخواستم فهمم که آیا این راست بود و آیا مبلغی که به شما کمک کردن برای گذراندن جراحی برای شما بسنده است؟ بسنده است، شکر خدا. اکن اولا برای مردمی که مثل خیر کردن برای ما از طرف مثل غریبوی مسکو خیر کردن مخلص و مینداری خودم بیان میکنم و این جراحی ما آخران جراحی میشود. باری اول سال 2004 اگر رسمش تماشا کرده باشین، اگر خواهیم با نشون میتونم در چهره وشنو بودیم. ما دیدیم از با 2004 جراحی کردن بود دستگیری بعضی شخصانی ثروتمند از وایو امینه دارم. انا باز 2016 بود دستگیری یک 10 تا هنرمندایی که مثل همکاری داشتیم و یا با مثل دستگیری کردن ما چشممون جراحی کردیم. جراح طبیب سانسانویچ بودن. بعد سیم باره این چشمی راستم خوب از یاردم همین تشکر خدا همین چشم چپم نشد دیگه نشد. یک دو بار رفتیم طبیبوی خارج در رفتیم جا مراجعت کردیم، اینا به نزدیکی سانسانویچ نشون دادیم. سانسانویچ کاغذای ما را توری کردن، طول 3 ماهی دو کردیم. یک 300-400 نفر در ویان نوبت ایستادگیان. فقط یک بیمارخانه را کردم، بیمارخانه نو تشکیل طول 2 سال رفتیم احسن در احسن طرف 80 میکرایون در همونجا رفتیم. طبیبای هند دیدن همون جراحی را وای کردن و کلا گرفتن. ما چند روزه رفته تشخیص کردیم، دورو میکنن دورو میگذارن تشخیص کردیم. همون گذاشتگی که مثلا در آن پرده‌ای که چیزی گذاشتگی از طرف همون دکتر لینزا گفتن چیزی که در اون گذاشتگی همونو پایون فرو اومدگی، فقط پرده اینجا اومدگی پیش را گرفتگی، روشنایی و ایرا گرفتگی. دیگه هم خیلی همین روز هم طبیبو دیدن با پگاه ساعت 8 میریم رفتیم طول یک هفته فقط مرا معاینه میکنن. بعد یک هفته پس انشالله چشمی مرا جراحی میکنن، چشم چپم. نکی من بچه‌های غریب میندارم و برای دستگیریشون. بعد از قربان نگمتفم از سعدیم از منیجه جانم میندارم که در همونجا مثل در پهلوی مبدن مثل با طریق مثل نوار چی میگن افیری وای میکردن پخش مستقیم میکردن با مخصوص در میزدن. مینه دورم با خداوند نگهبانشون باشد. بعد از شما هم مینه دورم عبدالرحمن جو که همین سوالات داده زنده باشین. رحمت. و شما بیشتر بندگی نه همون خلا و شبنم سرای و با منیجه دولت و
سرودهای هجوی با اونها تقلید میکنی و اوضاع هست که گویا که همین هنرمندان شما رو سرپرستی میکردن و مخصوصا خواهش میکردن که فقط یا منیژه دولت ها یا اینکه شبنم سریا رو تقلید کنیم. میخواستم اطراف یعنی همین موضوع کمی صحبت داشتیم که آیا این آوازها حقیقت دارند و آوازهای نیز بود که گویا که منیژه دولت و شبنم سریا با یکدیگر رقابت سخت ایجادی داشتند. امروز ها منیژه دولت روی صحنه نیستن ولی شبنم سریا هستن هنوز. گفتم که اوضاعها هست در بین مثال عبدالرحمن جان شما مثال با صنعتکاران وقت نزدیک هستین در بین مثال هنرمندا هستن مثال رقابت همه وقت هست رقابت نباشد مثال صنعت پیش نمیره. صنعت پیش نمیره. لیکن در حقیقت ما گفتیم که منیژه دولت میگفت که شما برای ما یک کمانده ای میگفت ما همروی بسیار چون مسئولیت میگیریم از منیژه دولت بعد ما صحنه را مثال تئوری میکردیم بازی میکردیم حتی موسیقیایی که چی میگن مینوسوفکا میگن کو مینوسی مثال همون سرود موسیقی که به آواز مثال به آواز منیژه ما همون را مثال هیچ وقت از خود منیژه دولت میگرفتیم هیچ وقت مثال یک کس دیگه گرفته نمیشد که از خود منیژه دولت یا که موسیقی که بعد صحنه ما را شبنم سریا میدی تماشا میکرد. یک روز همراه ظفر فورایدون بود وقت آهنگساز پرودوسرش بود پرودوسر شبنم سریا. بله اومد گفتن که همین کنسرت دلاور زوریونه با شبنم یگون باید تیار کنین. بعد برای شبنم با یک برنامه دیگه تیار کردیم در اونجا سرپرستی کردن با سرود چه خوندیم تیار کردیم بعد این دیتسو را تیار کردیم مثل برای شبنم سریا با شبنم سریا مثل انا رقابت بین شبنم و منیژه انا اون وقت دیده میشد یا نه کوشش میکردن میدونی در کجا اینم دخترک دیدی عبدالرحمن جان این دخترک در نقش شبنم فقط بازی میکرد اینم دخترک و نه یک دختر بود در همین گروه شما به نهایت به منیژه مانند بود و بیشتر به منیژه تقلید میکرد. این زمان در گروه شما نیست. کجاست؟ در مسکو. منیژه میدونم منیژه میدونم شبنم میدونم آره چی فقط در گروه شما منیژه میدونم امروز دیگر نمیدونم منیژه خیلی شد همروی ما نیسته نگی بو پایدو میشته منیژه خیلی شد دیگر منیژه شبهر کرده مثل برای چی مخصوصا منیژه شبنم نیو من منیژه شاید منیژه رو زیاد دوست می‌دارید یا خلق دوست می‌دارن از همین سبب باشد. نامش خوشروه فکر میکنم خود چند خوشروه نامش خوشروه منیژه و منیژه خوشروه است و بهتر سرودو هست برای منیژه مثل فکر میکنم میتوانید منیژه با منیژه دولت را تقلید کرده چون شما منیژه هستید باید مثل منیژه قبلی با او تقلید کرده توانید. ما بچک داشتیم بازی میکرد با لباسش میپوشوندن همین توزه منیژه دولت بازی میکرد با سرپرستا میدیدن یاردم میدادن و کمکش میکردن. میتوانید با منیژه تقلید کرده؟ اکا ممکن که با رنگ منیژه کنه خیلی خدم بدم ما خواهش میکنیم که 4 مصرع از یکون ترانه منیژه دولت را زمزمه کنن باز خوب میشود با مخلصان شما هم زیاد میشوند چون که همه ترانه های او رو مردم دوست میدارن تا حال گوش میکنن. یگانه هنرمنده که ترانه های فکر میکنم که کهنه نمیشه. 4 مصرع دل درمنده مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرای بشنوی بی وفا دل درمنده مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرای بشنوی بی وفا خبری قلبی مرای بشنوی بی وفا بیاره بعدی برنامه میرویم برنامه تمام شد و گرفته لویو میرویم
لای سیاه میرویم لای محتوم میرویم و از اکای فخرالدین خواهش میکنیم که شما تصور کنید که در توی من هنوز توی نکردم ویلادور نشدم و تصور کنید که شما در توی من اشتراک دارید و مرا تبریک کرده ایستاده. یک لحظه همون صحنه اودینی تیلو تراینو که کیمچی میگه به نهایت شخصا برای من همون صحنه تو مخفول است. کدوم صحنه بود عبدالرحمن جون؟ در اودینی تیلو تراینو کیمچی من تصور کنید که در توی من اشتراک دارید. من داماد شما روی همچون تجربه دعوت شده باید که من تبریک کنید. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان محترم. امروز ما در توی یکی از بهترین برادران عزیزم، برادر من قدردانم، باید از جون بخیزم خیلی برنامه ده نمیخیزم. هنرمند شناخته، آهنگساز، بهترین هنرمنده که همیشه همراه ما هست در توی تماشا در معرکه ها. امروز افسوس در بر ما نیست، در بالای تخت. از نام خدم، از نام گروه عرب شو کمپانی، از نام همه صنعتکارانی که امروز در خدمت هستند، از نام برادرها که کانال برنامه چهره آشنا را پیش بردند، مهراب جان عبدالرحمن حکیمزاده با اولین روزی که در زندگی قدم خشم میگذارد با اولین بار اویلادور می شود، تبریک و مبارکباد گفتم. با او تمام خوشی‌های زندگی را آرزو میکنم بگذار رنگ ما و منیجه عاشق باشه. عبدالرحمن جان، من یه وقت منیجه عاشق بودم، ای دستای منیجه را گریجه شدم. با یک وقت اومدم انا شبنم عاشق شدم. شبنم مرا کیدت کرد، گریخ رفت، دیگه دولت رفت، دیگه دولت خارجه رفت. او افریکانسو دا باید میخونه کو برای افریکانسو را کو عبدالرحمن جان؟ سیو نرمه سیو بیار اوی گرمه، سیو بیا بوشو سرمه، سیو تقنق خرمه، سیو بگی ببرمه بو رفت قطی سیو ما موندم اینجا بو همه اقفه منیجه را نیفتم. رفتم یک روز که عبدالرحمن جان باور که عبدالرحمن جان تو زیخ نشه ینگش ما زیخ نشین باور که عبدالرحمن جان یک دختره که خشود عاشق شدم نگینه امون قلوبه با دمیربک پمیخ برومد. دمیربک اولیم هر دوشون با دویت میخونن. مثل چه بودم پرواز کردمی دهن در توی عبدالرحمن واز کردمی افتم دهن پرواز کردم که عبدالرحمن با ساز کردم میگه آهنگا تا شده دوتا خیلی انا من میخوام که ینگای مهربون ینگا جان التماس میکنم انا عبدالرحمن جان با درجه دوست بدار عاشق باش لبافش بقب همیشه در عزت احترام و حرمتش باش. همین وقتی که عبدالرحمن خونه بخ میداره از جای برخسته ینگا جان یک سروده که برای همین عبدالرحمن بخون. دیشب بود عبدالرحمن با کنارم آمد، شب شد و یکی عبدالرحمن باری جو گایمده درآمد. انا میله ینگا بخون. در لب آب شبی مهتابه عبدالرحمن جان با ینگا خوابه تا سر نه اینه در توی تو برای زنده باشه در که فخرالدین. یک لحظه صحنه حجوی بود. تشکر. حتما توی که کردیم دعوت میکنیم. من همین سخنو رو توی مهراب جان دعوت کنیم. دعوت میکنیم و اینجا برآمد خواهیم کرد. و همین خوشم از منیجه با اون سوال کرده باشم که اینقدر خانم زیبا از زندگی پسی پردگی شما، بسیاری ها در کامنتاریا ها می نویسند که عاشق شما هستند، شما رو دوست می دارم، با شما وا خوردن می خواهم. شما چگونه قبول میکنید این دعوت مخلصان رو؟ راستی گم اکا و خک و مخلصای مانک و یارا که مو مثال از دست سبا ویم اگر ما جواب ندیم ای ایروی وای نیسته با اون خاطر خیلی چیزی که میگم با گپای ویمو یعنی که کدوم میشه که شما رو با دعوت میکنن
شما با اونها میخرید اکو نه که اکو مثال دعوت کنم و بریم خیلی دعوت تلفنی که خیلی گپ میزنن ما در سوال جواب میتیم مثال دعوت نگم جو بریم بشینیم خیلی نه تماما نرفتیم باور نمیکنم بشخی نرفتیم منیجر رفتم با هم استاد منیجر موشقی مینیسد بعد یکی با استاد استادش میرسن منیجر موشقی بعد میگم بلایست که موشقی هم میشیم اویلادور هستی؟ بله صاحب یک فرزند است شوهر داره؟ بله شاید از همین خاطر نمیره شوهرتون شاید بله اگر که مثال شوهر نمیداشتیم ممکن که میرفتیم میرفتیم نه؟ باور کرد 2 ساعت نگاه میکنیم کی میاد تلفن میکردیم خیلی وقتی که در صحنه در کار هست مثال مخلصا میپرسیدن بسیاری برای ما تشویش بدی بله یعنی منیجر بانو شوهر دارد مخلصان عزیز بیهوده خورش نکنیم بله بیهوده خورش نکنیم و چی بگم 10 سوال بگذارم 10 سوال بگذارم که چند میره چی؟ بسیاری بچی بسیاری بچی حالا میبریم چند خب بریم مرم جونو میشیم گوش کن خب شرکت داروسازی صاف سودا اگر موی سر شما میریزد و یا خود را فربه و یا خراب کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده می شود پس مشکل شما را شرکت صاف سودا حل کرده میتواند. یادآور میشویم که شما برنامه چهره آشنا را از سامانه تاجیکان گروپ تماشا کرده ایستادید و مهمان برنامه ما هستند 2 حجب‌نگار شناخته فخرالدین عربشاه و منیژه بانو و شما مخلصان عزیز با کانال ما آبونه شدن رو فراموش نکنید. هر زمان هر هفته ما کوشش میکنیم که بهترین برنامه ها رو پیشنهاد شما کرده باشیم و میگذاریم به قسمت دومی برنامه 10 سوال. اگر که شما آماده باشید 10 سوال پیشنهاد کرده می شود هم به شما هم به منیژه بانو میتونید که پاسخ بدید. 10 سوال 20 سوال میشه 10 سوال همین 10 سوال است و همین 10 سوال هم شما پاسخ میگید هم منیژه بانو 5 تقسیم کنیم 10 طرفتان جواب میتین 10 طرف 10 طرف این از شما رو نمیگیره حق شما 10 تا خیلی 10 تا 10 تا شما 10 تا خیلی زور بوده 10 تا میشه خیلی زور هم کپلان شد نه نمیگه سوال اول اکه فخرالدین در زندگی از دوستان خیانت دیده اید؟ دیدم خیانت دیدم گفتن نمیتونید که از کیها نه چگونه خیانت نمیگم میخوام بگذار ویام خیانت بینم خیانتکار باید خیانت بینم بله. سوال دوم با یگان مخلصتون مناسبت عاشقانه داشتید؟ مخلص منقطع؟ نه تماما دورهای جوانی سالهای 2002 4 6 8 تو در صحنه تو زیبایی زرفشانی جوانی رفت تو خود بود و دو خود جرغود عبدالرحمن جون هو خیلی بودن دوغای آزیره نمیشه بودن با یک بعضیش دیدم در مشروطه دیدم در باغ دیدمشون فخرالدین راست است که شما با مخلصتان آیله دار شده یعنی با نفر که این زمان زندگی میکنید از صحنه آشنا شدید در نویه شهر توز در برنامه کنسرتیمون همونجا مثال رفتن تماشا بینو رفتن اونجا تماشا کردن بعد رستم گرفتیم هم خیلی بعد یک روز مهمون شدیم در همون خونه و بعد دیوای تور پرتفتیم همونجا تور پرتفتیم ماهی را بچند ماهی را گرفتیم اومده از که خدا خیلی ماهی بود تا گلموی دیگه پسر یک پسر یک دختر ابوبکر شکرونه یگان لطیفه شوخ از حیات خودتون قصه کرده میتونید با مخلصان
یگون لحظه خاطرمون، لحظه عجیبی که در زندگی خود شما به وقوع پیوسته است. در زندگیمون بله، در صحنه، در حیات، در زندگی، در کار و فعالیت شما. بسیار شتگی عبدالرحمن جون در یادم نیست. یک تاشه خیلی قدیم من اینجا بازی کردیم دیگه نمود بازی کردیم. خیلی با تو وقت فکر میکنم فراموش نشده ترین، یعنی از همه لحظه فراموش نشونده حیات کدام لحظه بود؟ لحظه ای که هیچ وقت از یاد شما نمی رود. نمیدونم ولادت شویتون باشد، عاشق شدنتون باشد، روی صحنه آمدنتون باشد، یا اینکه یگان نفر با شما یگان کمک کرده است، یگان توفیق کرده است. اما هر وقتی هم پاهم همجاش نگاه میکنم انا میروز باید میزن با تمام خودم میدونم خدای تعالی اما سالوی یک کورسی یک بودیم ده 98 99 2000 همون سالو ده خدا سالو هیچ گونه آید از خوردیم با میگم عبدالرحمن جان تا حاضر همیشه دعا میکنم دعاگویم همیشه دعا میکنم که در همه دولت تینج اورم مثال در هم دولت تینج اورم زندگی میکنیم از خوردیم همیشه دعا میکنم که پیشوای ملت ما را همه وقت خداوند نگهبان باشد. همین قدر وای دارم ده وقتی همین را میبینم شکرانه میکنم فقط. بله. دیگر رو خیلی میفهمم. بله. و شده از حالتی که در جوانی با دختری عاشق شده باشید و عشق شما را رد کرده باشد. مثلا گوید که نه شما صنعتکارا بلحواس هستید، من با شما ولادت شدم نمیخواهم. شخصا من که عاشق نشدم لیکن با یک نفر پیشنهاد ولادت شوی کردم و ای گفت که صنعتکارا بلحواس هستند، چند زن میگیرن، من نمیخوام زنی صنعتکار باشم. انا در حیات شما بدم هم خیلی یک از زنگ میزدم خیلی میپسه اگه دوره کودکی ده بود دولی وقت من خیلی برنامه‌ای چی میکردم و وقتا بود خودم میدویدم یک قفوش خیلی نشید بعد سر باشد تا بسیار گفتیم و گشتیم و اومدیم انا این دوره ده که زمانو ده تلفن میکردن مثل تلفن گم میزدیم قدشون خودشون تلفن میکردن رقم رو میافتن بوگا میزدن مو خطا کردیم مونی میشی کردیم مو خطا کردیم بوگا میزدن و وقتی میفتی خیلی بو خدشون بوگا بزنیم و مو هم خیلی جنجال میکردن نه یک بایی نکردم. در همین جدای صنعت با نفر با گروه رقابت داره؟ رقیبان شما اصلا کیها هستن؟ نه عبدالرحمن چه من شما گفتید که رقابت پیشرفت صنعت میگردد؟ من میگم که در خودم که در مثال در من حاضر خیلی ایده میگم که مو فکر میکنم مو وای او گفتیم که موزیکالی چیز کردیم موسیقی پارودیا کردیم مثال هم را کردیم بعد یک وقت مثال بودیم که گروه خندیم کمون کرد همین خیلی کرد گل بور برومان روز من اینجا دعوت روز کرد گفتم باید میگم تماما باید با موافق نمیام حیاتو مومین رو باید بود موزیکت بله باید مثال هر کد بنقش یا دیگرش خود را شبنم سرایو کرد منم مردش ترالالالالال مثال همین خیلی وای میکنه یعنی صحنه‌های شما رو با قول بگیم دزدیدن خطا نمیکنه همین خیلی چی کردم ده وای کردم نه که میخوام که فقط چیزهای نو پیشکش مردم بگردونم نمیخوام که یک از دیگه چیز بیاد چیزی ما را ببینه و ایروی وای مو برآمد کنه صحنه‌های ما را ببینه ایروی صحنه‌های مو یگون چی وای کنه برآمد کنه لیکن نمیخوام که یک وای شما کسی دیگر کسی وای یعنی رقابت ندارید؟ نه در یک روز چند بار دروغ میگی؟ ما همه انسان ها دروغ میگیم همین برنامه هم بسیار دروغ گفتیم شاید خودمون احساس نکردیم مخلصان میبینن لیکن ما کوشش میکنیم که بیشتر راست بگیم در برنامه ما دروغ کم میشه. استاد ظفر یک سرود میخوره که
اگر نه دشاق جون بسپریم کو یک در کن بچه گو وقت دروغ میگو نه گو ولی تکم بگیری کو مجبور میشود که دروغ بگی. مجبور من همین در یک روز با گفت شما چند بار که به من از صبح از خواب میخیزه تو خواب رفتن تون تخمینا 20 50 100 هنوز 5 بار دروغ گفته بچه کمالم دلم اینه دروغ گفتیم کوزی کو دولار اونا میجه دولار منیجه میشه اگر دختر میبوده چی کاره میشدی؟ آوازخوان میشده، اکتریس هم میشده. از کمپی چی دیگه دختر میشده در این زمان چیکاره میشده نمیدونم آوازخوان میشده هنرمند میشده. میخواستم که در بالای سرم همی مثال شکری خدو اوچم هسته خیلی پدرم هم سالوی 91 وای کده بود وفات کده بود مادرم هسته میخوام که در بالای سر میستادو فقط امرا گوش میکردم تربیه امرا میگرفتم فقط امرا گوش میکردم اگر کوچم نمیورمد ما شوهر نمیکرده خیلی اگر پیوچت که نبروی باید شوهر باید شوخیش ما میپرد فقط بالای سرم نمیبود نصیحت میکرده باید شوهر نمیگذارد خوشمونده با مادر خود باشه. سوالوی وزبی دو من دون جوان گفتی اگر دختر میبودم مرا مثل همسینفون با شوهر میدادم میرفتم گفت ما خیلی بیم اوچم ها گوش میکنم تمام چه چیزی میگفت میکرد اگر که شوش میداد نمیداد شوش نمیکرد اوچم ها گوش میکردم اوچم اگر ترک صحنه هنر کنید و چی کار دیگر مشغول میشه بغیر از هنرمندی یکون کسب من روز که عبدالرحمن جون بعد هم 2 سال گفتم بود بعد هم مشکل 2 سال همین باینده 20 سال بود انم بعد همین 2 سال ما علاقه شناسنامه خارجی خدمت اویلم ای فرزندم تیار کرده بودم جا دعوت شده بودم ما میرفتم اونجا گفتم خیلی با مرور زمان با خیلی قربان نعمت فیوک سعدی جون دعوت کردن برو اومدم مثل قطعه مونیس جون یا 10 سنه برآمد کردم مونیس بودم بعد همین خیلی کانال یاد برآمد کردم دیگه خیلی نرفتم بعد نیکی در نقشم هستی اگر در نقشم نمیبود برای کودکم هم نمیگرفتم شناسم یعنی نیتی به خارج رفتن بله برای کار و فعالیت برای کار و فعالیت تشکر زیاد و میگذاریم به منیجر بانو و همین سوال ها رو من میتونم قسما تغییر میدم چون که این سوال ها خاصی مرد بود اکنون باز خاصی زن میشن. در زندگی با چند مرد خیانت کردیم؟ با چند مرد خیانت کردیم؟ راستی گپ در یاد نداریم. بسیاری بد بسیاری بد بعد میگن که شما گناهگار مردک بله البته راست شگه از نمیم بله راست هست که شما با مخلصانتان مناسبتی عاشقانه دارید؟ نه نداره پیشم نداشته نه راست است که با مخلصتان ولادت شده؟ نه مخلص دیگر کس است مخلص نیست نه. انیق انیق یکون لحظه فراموش نشونده حیاتتون رو قصه کرده میتونید با مخلصان اون لحظه شوخ اون لحظه که شما رو بیشتر بخنده میارد اون لحظه اکا بسیار لحظه هسته یونه که این گفتی استاد که دیاده دارم که دوشا بگم لحظه چی بود که من هم گفتی بگفتم من هم گفتی ای بغرزی من شده از حالتی که اکا بود ایاز بخشش پیش گفتم وقتی که همین لحظه در لحظه همین گروه ما بود ما بدم استاد فخردین بود استاد سعدی بود قربان بود
بود همون روزایی که شوخی میکردیم گپا میگفتیم میگفتم به غرضی ما جانمه جانمه بغل اگه بود همون روزایی که صحنه ده دیقی ما بود خرسندی ما بود همون روز بود شده از حالتی که با یگان جوان پیش از ولادت شدنتون در نظر دارم یگان هنرمند یا یگان جوان عاشق شده باشید با او گفتن نتوانست بله میگفتگیم شنید کی باشه هنرمند بودن قبول نکردن چی گفتن به شما نه قبول نکردن قبول کردن و اول کم ترویان نوز کردن بعدی که مرد باز ناز کرد نوز کرد بعدی که در ما دل بست بعد من نوز کردم خیلی اویلادور شدیم با دیگه کس ولادت شده نه با همون کس اویلادور شدیم شوهر شما هنرمند است یکمگی شوهرم هنرمنده شما دو شوهر بله دیمش هنرمند نیست نه. یکمگیش آوازخوان بود یا که اکتور یکمگینش هنرمند جدوش رگه دیمگینش هنرمند نیست آدمه آدم آدم یعنی هنرمندان گفتنید که آدم نیستن واندمه نامش گفتن نمیتونه نه آوازخوان مشهور است یا که آوازخوان کوچگی نه خاک شهر نیست فهمیدن بخشش قبول است نگو گفت گفت نگو شما چی در یک روز چند بار دروغ میگی؟ در یک روز چند بار دروغ میگم اگر خوب باورم کنین خونه کنین اگر که همین دروغ باشه هیچ وقت من راست نمیگم راست دیگه دروغ یا اسمی داریم همه دروغ میگه نه اینکه من همه دروغ میگه منیجه دروغگو اگه شاید ممکن شب یا میگو بود گروه شهریش کنه منیجه دروغگو اگه ممکن روزی شب که شب میگیم روزی ممکن شب که نمیگیم خیلی کی آدمیه اگر رفتو پسر میبودید یا مرد میبودید چیکارا میشید؟ ملیسا ملیسا میشید برای چی معقولش بوده ملیسا بودن؟ خدمتی کو مادر آدمه. وطن میکنیم خدمتی مادر وطن میکنیم برای چی آوازخوان نه؟ برای چی اکتور نه؟ ای نمیدونم خودی یوریست نه؟ میخواستم که اول ملیسا شوم بابام خدمتی بابام برای چی ملیسا بود. دولانیست نه؟ خاک و دولانیست بد شدم برای چی؟ میخواستم آخه ملیسا دولانیز شوم بشید با هم ملیسا معنیش میکنه ملیسا شد دولان مانکنه دولان مانکنه راست دیگه ترکتور نتونستم مانکنه. ملیسا شدم بعد صنعتکار شدم انا رفت اگر ترک صحنه هنر کنید باز چیکار میکنید؟ خونشین میشه دو یک اولش که هیچ وقت ترک صحنه نمیکنم اگر که نه در دلم نیست ترک کردن نیست نه من نمیخوام ترک صحنه کنم رفت آوازخوان شوی چی؟ ترک صحنه چه هجوی میکنید مثلا این دو صحنه چه های هجوی میوفرید مانیجا کجا میره کجا پیش عبدالرحمن اکای فخردین علاکه میترسد که منیجر رفت و آوازخوان مشهور شود از بر فخردین گریخته بر ما میوید دیگر با او صحنه چه های هجوی نمیوفرد همین خیلی همین چند منیجر گرفته بیاتش مسکات داشت کد یاتش ژاپنی داشت کد اینا تایید اون کوچه از ژاپنی داشت کد توی یا یاپونسا گرفته است اوه ایرو برای شما یافتن منیجر دشوار نیست روز یک منیجر دیگر میاد میگم بو منیجر دو منیجر هر روز یک منیجر پیدا شده است و تشکر میکنیم از شما که به برنامه ما اومدید یک صحبت خوب و خوش و صمیمی داشتیم و در آخر با مخلصان و بینندگان برنامه چهره آشنا چی گفتن یاد دارید؟ چی نیت و نقشه در آینده دارید؟ با مخلصانی برنامه چهره آشنا گفتنیم که طول همین ساعت که ما رو تماشا میکنن و در کانالی تاجیکان گروپ مثال برادرای ما مهراب جان و مهراب جان هستند یا که روی هم برنامه خود عبدالرحمن حکیم زاده هستند تماشا میکنن بسیارتر مردم غریب تماشا میکنن گفتنیم که خدا کنه این زحمتایی که همه برادرای ما میکشن هم بلاگرایی که میکشن مثال هم برنامه‌ای که آماده میسازن یا که صحنه‌چیایی که ما پیشکش ما میگذاریم هنرمندایی که برای شما مثال سرود میخوانن یا که چیزی تیار میکنن مثال با طریق هم بلاگرها شما در کانال های یوتیوب تماشا میکنین
این زحمت های ما همش برای شما، همش برای شما مردم غریب که شما دور از وطن، دور از وطن. یک لحظه خود را خوشبخت و خرسند و بالیده رو بله احساس در بین وقت صحنه‌های اویلوی را تماشا میکنین بگین که در بین اویلومون هستیم، سرودو را گوش میکنین، همون وقت هم شما درک کنین که شما در بین اویلتون هستین یا که در یکون برنامه کنسرتی در تاجیکستان هستین و خدا خواهد انشالله این رو حک شده میشود، سمالت چترنی تمام میشه، گفتم سمالت تئاترنی سر میشود. انشالله شما سوق سلامت میوید به این وطن ما، با همراه ما یک جا با در همینجا در برنامه کنسرتی اشتراک میکنین، با این با عبدالرحمن جان، با منیژه بانو، با هم خیلی در کانال های شما می‌بینید. مثال بهترین یوتیوب، مثال کانال های به مثل برنامه چهره آشنا یا که در توی تماشای شما ایشالا بومیم همراه عبدالرحمن جان، همراه منیژه بانو خدمت میکنیم. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. منیژه بانو گفتنی دارید بام اولا فقط راست گویید، اینجا دروغ نگویید. اولا از رحمتی کلان که اینجا برنامه شما اکا جان شما ما دعوت کردیم با همراه استادم که اومدیم با مخلصای خود گفتنی هستم که همین صحنه‌چه‌های ما، همین برنامه‌های ما همش به خاطر شما همین گفتی استاد که همین کسی که هسته همین غریبا ما را تماشا میکنن، ساخت رفتین سلامت برگردین بیاین، ما با شما در خدمت شماییم. و در کامنتاری‌ها سخن‌های قبیح ننویسید. خواهش میکنم. من منیژه از شما خواهش میکنم. از شما احترام خواهش میکنیم که اگه این چی سوال هسته مقصد باید مرتیانو، لیکن مقصد شما یک سوال میتین مینویسید اونجا چند کس میخونه و از شما احترام خواهش میکنیم که هر خیلی گپ اولش که نمیفورتون تماشا نکنین، لیکن تماشا کنین گپ خوب نویسین، گپای ازب در کار نیست. بله. از اون رحمت کنم. چون که تمام مهنت و زحمت ما بهر بالیدگی خاطر شما است مخلصان و بینندگان عزیز. از این رو از شما احترامانه خواهش میکنیم که انمون آداب و اخلاق و فرهنگ تاجیکانه خود را درست نشان دهید و در کامنتاری و پینوشت ها شما سخنهای خوب نویسید، چون که سخنهای خوب شما ما را دوباره بالیده خاطر میکنند، به ما شوق و حوث زیاد میدهند که به شما باز برنامه‌های بهتر رو تهیه کنید. مردم خیلی نمی نویسن، همین مردم خیلی چرا نمی‌نویسن، فقط گپ‌های خوب هم می‌نویسن. بعد همین ایروز چی نویس سرشید، ایروز منصور یا سرود داشت که بینویس او خیلی کده که همیو رو میگه دیگه نویستیز همین چیزی فروش نویستن میگه. زنده باشین. برنامه چهره آشنا بود از کانال تاجیکان گروپ. خیر تا برنامه‌های بعدی سلامت باشید. سلام. خیر.